سلام علیکم برادرای کانال انتخاب چی میگوشد اینا استوری درباره چی میرود. سلام علیکم دوستان عزیز. اگر شما بین یک شخص یک موسیقی گفته سای در جای این خود را تصور کردن رو شهر می‌دارید، ممکن بعد این نقل دویده موسیقی را خبر گیرید. کارهایی که در حقیقت گذشتگی ما همین را پیشکش شما می‌گردیم. ویدیو امروزه ما درباره موسیقی می‌رود. 2015 سال در نیویورک یک موسیقی بریلیانت پیدا کردند با نرخ 13 میلیون دلار. واقعا چی طور گذشتگی است؟ رئیس یوویلرنی مگزین جای کارش رو خواست به دیگر جا کوچاند. برای بارها رو به دیگر مگزین کوچاندن 3 آدم دعوت کرد. وقتی آنها بارها رو کوچاندن ندونستند که در وقت موسیقی رو پرتافتن در درون یکی از این ترابکه‌ها بریلیانت های صاحب مگزین رو به موسیقی پرتافتند. بعد چند دفعه فهمیدند که اخیراً بریلیانت ها رو یافته است. در وقتی از موسیقی بریلیانت ها رو یافتنش کامراهای نظارتی آن را به ثبت گرفتند و به کارش قایل شده نیمی بریلیانت ها را برگردانده است و ماندگیش را در دیگر مگزین فروخته است. فکر نمیکرد که او را دستگیر میکنند. در مکزیک از دوری یک موسیقی 3 خیس بچه را دریافت کردند. برای خیس بچه ها را از داخل موسیقی به بیرون برآوردن، اینا را برده به داخل موسیقی گذاشته تا که خیس بچه ها به بیرون برآیند. و زود جای را ترک کردند که تا که در چنگال مادر خیس بچه ها نرفتند و خیس بچه ها زود به پیش مادر خود فرآمدند. و دکبر سال 2015 در برزیلیا یاسکی بیخونه یعنی بسوی یک کودک نو تولد شده را ای موسیقی پیدا کرد. حتی نفش بریدگی نبوده است. زن بعد تولد کردنش از کودک رو گردانده کودک رو به داخل موسیقی پرتافته است و سگ کودک رو یافته نازکانه قبیده به یک خانه از همه نزدیکترین برده است و زنی که در آن خانه زندگی میکرد در حال آمده کودک رو گرفته یاری خود را رسانده است و به ملیسه ها خبر داده است و ملیسه ها در حال جستجو کرده آن زن را پیدا کردند و آن زن را 5 سال زندانی کردند. اینک ویدیو ما با آخر رسید. برادران پادپیسات و لایک و فکر خود را حتما در کامنتر نویسید.